انسان باید بدن دویمش کمی مصرف کند. این احوال رو بینید. به عقلانه سخن نگو سوزن. با گناهی تو بسری میر چیزی بیاید؟ من هیچگاه مثل حاضر با عقل نبودم. با فکرم تو قادر هستی. من سوزم. من این طور شناس شدن نمیخواستم. ممکن است که به خانه داریم قادر. با فکرم شما خانم نیلگون هستید. من سوزن، همسر کمال. ولی با فکرم شما مرا خوب میشناسید. بفرمایید. میدونم که همتون عصبی هستید، ولی عصبی شدن لازم نیست. من اینجا سالهای طولانی همچون زنی خیانت دیده برای حساب و کتاب نآمدم. به این حق هم ندارید. به همین هم حق است قادر. عذر میخواهم، مقصدم رو درست فهمانده نتوانستم. من به اینجا برای التجا آمدم، گویم هم می شود برای آن که پسرم در بستری مرگ است. احوال مرد اگر اجازه دهی من خودم می فهمانم کمال. من هم نمیخواستم که با چنین احوال با شما بخورم، اما حادثه رخ داده ما رو مجبور ساخت که با هم دیگر بخوریم. پسرم مرد. یک حادثه ناخوش از سر گذرون. به فکرم خبر دارید. میدونیم. من بسیار غمگین شدم. خدا شفا دهد. تشکر. یک گرده اش را گرفتند. گرده دیگرش باشد از کار مانده ایستاده است. متاسفانه گرده های ما موافقت نکرد. باید برایش گرده ای یابیم.
برای همین اینجا آمدم. از شما التجا میکنم خانم نیلگون. حیات پسرم با قرار شما وابسته است. چی کاری که گویید میکنم و هر چی خواهید میدهم. سلامتی میر در خطر است. وقتی بسیار نداره. پیش شما با این احوال آمدن نمیخواستم، ولی فرزندمان به شما احتیاج داره. یک دقیقه نفهمیدم. شما از ما چی میخواهید؟ میفهمید؟ شما از فرزندان من شما دیوانه شدید. این طور نمی شود. این ناممکن است. من به این هیچگاه اجازت نمی دهم. من هم مادرم. شما رو می فهمم. شما در فکر سلامتی فرزندتون هستید. من هم فکر سلامتی فرزندم رو دارم. برای من هم این بسیار مشکل است. من فرزندانم را اصلا به چنین جراحی اجازت نمیدهم. من نمیگذارم که به سلامتی آنها ضرر برسد. فرزندانم را به این احوال گرفتار نمیکنم. اگر به سر من چنین حادثه رخ میداد شما چیکار میکردید؟ کمال، آیا تو برای قادر از مرد چنین خواهش میکردی؟ کرده میتوانستی؟ همه فرزندانم برای من یکند نیلگون. ما سالهای دراز بسیار دشواری ها را از سر گذراندیم. من بعد کسی از ما حق چیزی طلب کردن را ندارد. من برای میر هر چی لازم است میکنم پدر. اگر گردم موافق باشد میدهم. تو چه ها میگویی دخترم؟ آیا من به این کار اجازت میدهم؟ آن جوانی بستری شده پسری پدرم است. برادری من. همش یک سو او یک انسان است. نه، من با عذاب وجدان زندگی کرده نمیتوانم. تشکری زیاد. از تو خیلی منت دارم. میسنجند یا دیگر کار میکنند. مرا هم تشخیص کنند. اگر گرده هایمان با هم موافق آید من میدیم. حسرت یگان کار نمیکند. سلامت باش قادر. حلالتان با جوانا. این زیب شما است. عادتا من با شما فخر میکنم. تیاره آماده است. اگر خواهید به استانبول میرویم. امشب از سنجش میگذاریم و پگاه نتیجه‌اش را میفهمیم. یک دقیقه خواهش میکنم. من میخوام با فرزندانم در تنهایی صحبت کنم. البته حق هستید. شما صحبت کنید. ما در بیرون انتظار میشویم. تشکر که جنجال نکردی. سخن درباره حیات پسر برود. من حالا دیوانه نشدم. اصلا با اون زن جنجال کردن حیف است. حیف. خوش آمده. من شما را در مراسم ختم قادر دیده بودم.